با نام یاد خدا، سلام و درود فراوان خدمت بینندگان عزیز و ارجمند کامبک. امیدوارم که روزگار بر شما خوب و خوش باشه و 4 قسمت برنامه قبلی کامبک را دیده باشید و این برنامه را مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قسمت 5 کامبک را تقدیم حضورتون میکنیم و امیدواریم که قسمت 5 را هم ببینید و بپسندید و با ما در ارتباط باشید. حتما تو فضای اینستاگرام و پیج تخصصی FC ایران با ما همراه باشید. قسمت‌های مختلف برنامه رو اونجا حتما بارگذاری می‌کنیم و در واقع نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقا مسعود همراه شما هستیم. سلام سید جان، سلام به همه مخاطبان کامبک. میدونم که فصل نقل و انتقالاته و پیگیر اخبار تیم‌های خودتون هستید. امیدوارم که امروز یه برنامه خیلی خوب داشته باشیم و بتونیم که مباحث به درد بخوری رو براتون مطرح کنیم. حتما همینطوره. حتما. میخواید از نقل و انتقالات شروع کنیم؟ نقل و انتقالات شروع کنیم. آقا مسعود شروع کنیم از نقل و انتقالات و به هر حال شرایطی که در جریانه. یه ذره فکر کنم جو آرومتر شد نسبت به هفته قبلی. به هر حال یه سری تنش‌ها بود ولی بازم چه هفته‌ای شد. آفرین، یادم رفت بگم، از اول میگم چه هفته‌ای شد آقا مسعود. و ما اینجا بالاخره انشالله بیایم یه قسمتی ضبط کنیم که بگیم چه هفته‌ای نشد. هر هفته که اومدیم نشستیم به هر حال اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. این هفته هم به فراخور خودش اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد. از نقل و انتقالات شروع کنیم که یه ذره باز فکر کنم جو آروم شد و اون حاشیه امنیت رو من فکر میکنم کسب کردن هم هیئت مدیره هم مدیریت باشگاه، چه سپاهان، حالا ذوب‌آهن هنوز نه، و شروع کرد از خط عقب. سپاهان شروع کرد، جانشین پیام نیازمند رو بالاخره معرفی کرد که محمد رضا اخباری بود که حالا تحلیل خودمون رو میکنیم روی محمد رضا اخباری، مدافعی که از قبلش تمدید شده بود و دفاع راستی که به احتمال زیاد صادق محرمیه و خط به خط داره میاد جلو و گفته میشه که خود پاتریس کارترون قراره که گزینه‌های خارجی خودش رو معرفی کنه برای خط جلو، یا هافبک تهاجمی و شاید یک مهاجم، و امیدواریم که پاتریس کارترون فضای ژوزه مورایس رو نخواد ادامه بده و خارجی‌های خوب و با کیفیت رو معرفی کنه، دقیقا همون فضایی که اسکوچیچ برای تراکتور فراهم کرده و دیدید که چقدر هم کارآمد بودن و جواب گرفتن از اون قضیه. شروع کنیم با نقل و انتقالات و اتفاقاتی که رخ داد. سید جان ببین، به هر حال یه عقیده‌ای وجود داره که میگه تکلیف تیم قهرمان تو فصل نقل و انتقالات مشخص میشه. یعنی هر تیمی که بتونه تو نقل و انتقالات موفق‌تر عمل کنه قطعا در طول فصل مشکلات کمتری رو خواهد داشت. منتها موضوع اینجاست که ما تیممون رو تو فصل نقل و انتقالات چطور ببندیم. بله، با دقت، با انتخاب درست، یا به قول خودمون پکیجی بدیم دست یه ایجنت. حالا ایجنت که خب نه، ولی دلال مثلا مرحله پایین تر از ایجنت بدیم دست اینا تیمو برای ما ببندن. و همیشه هم میدونیم این 2 ماهی که فصل نقل و انتقالات بازار ایجنت ها و عروسیشونه و دلال هاست و تو این 2 ماه درآمدی رو به دست میارن که تا آخر سال دیگه کاری به داستان ندارن. و حتی تا سالیان سال. منتها داستان اینجاست که ببین، تو فصل نقل و انتقالات اینجوری نیست که شما بری و مثلا هر بازیکنی رو میخوای با 10 تا ایجنت، با 12 تا ایجنت یکی ارتباط بگیری. بر اساس اون روابطی که وجود داره، بر اساس اون سوابقی که وجود داره، من ایجنت با عضو هیئت مدیره رفیقم، عضو هیئت مدیره تیم و کنترات میده دست من. بله. من ایجنت با مدیر عامل یه باشگاهی رفیقم، تیم و کنترات میده دست من. و همه بازیکنایی که جذب میشن، چه اونایی که بازیکنای خود من ایجنتن، چه اونایی که حتی بازیکنای ایجنتای دیگن، از طریق من و با مجوز من ورود میشن به باشگاه. خب ما خیلی به خصوص هواداره سپاهان چند ساله اسامی مختلفی شنیدن، نمیدونم میم عین، ر ف الف سین،
اینو خب بالاخره همه رفع ب تازگی‌ها یه ب هم میذارن. خود میم که ژوزه مورایس هم دیگه خودش تقریبا جزو همین پکیج قرار گرفته بود و اینا هم خب مثلا ایجنت ها فرض کن که تو لیگ برتری که خب 16 تا تیم داریم و هم نزدیک 20 تا 25 تا بازیکن میگیرن، خب اینا 30-40 تا بازیکن هر ایجنتی داره دیگه. دقیقاً. و من ایجنت نهایتا از این 30 تا بازیکنی که دارم 4-5 تاش بازیکن پرطرفدار و بازیکن آس و پرمشتریه. اگه قرار باشه که این 4-5 تا بازیکن رو همه رو بدم به یه باشگاه و بقیه رو دستم باد کنه که کارم طبیعتا پیش نمیره دیگه، میام چیکار میکنم؟ مثل حالا بلا تشبیه مثل میوه فروشی هست که میوه رو درهم یه قیمت میدن، سواکنی یه قیمت میدن. ایجنت هم تقریبا همین مدل پیش میره، حالا توهین به کسی نشه. مثلا من ایجنت میگم آقا یه باشگاه فلان، اگر حالا باز مثال میزنم، مثلا اگر مهدی لیموچی رو میخوای باید وحدت حنانوف هم روش برداری، یا مثلا اگه محبی رو میخوای باید قرارداد فلان بازیکن نیمکت نشینت هم تمدید کنی، چون وقتی من این بازیکن آسو بدم که دیگه نمیتونم اون رو به قیمت مناسب بفروشم. این عرف بازاره و خدا رحمت کنه یه روزنامه فروشی دهه 70 من ازش روزنامه میگرفتم. این بنده خدا یه وقتایی مثلا میرفتی روزنامه ابرار ورزشی رو ازش میخریدی، اون زمان مثلا فرض کن قیمت روزنامه بود 10 تا تک تومانی. وقتی میخریدی میگفتی آقای خدا بیامرز چقدر میشه؟ میگفت مثلا 15 تومن. میگفتی آقا این که روش جلدش 10 تومنه، پا 15 تومنش چیه؟ میگفت این الحاقیه داره زیرش. وقتی باز میکردی میدیدی یه روزنامه‌ای که یه مجله یا مجله‌ای که هیچ کس نمیخره و مشتری نداره زیر این روزنامه بود و به اتکا به پرفروشی این روزنامه اون مجله رو هم چیکار میکرد؟ میفروخت. حالا همینه، یعنی نمیشه انتظار داشت که یه تیمی بیاد 8 تا 9 تا بازیکن آس بازار رو که همه دنبالشن بخره و بگی که چرا پس مثلا این 2-3 تا بازیکنم در کنار اینا گرفتی. یا باید اینقدر پول بده که دیگه در حقیقت تامین بشه داستان نقل و انتقال، یا اینکه اون بازیکنم کنارش برداره و این میشه که یه ذره کار مشکل میشه برای بحث نقل و انتقالات. حالا یه مبحثی هم که بد نیست بهش بپردازیم، اینی که مثلا یک تیم را یه ایجنت کلن ببنده یا چندین ایجنت مثلا بیان با یک تیم فعالیت کنن. یه سری از مثلا مربی‌ها یا کسایی که دستشون تو کاره میگن نه، با یک ایجنت کار بشه خیلی بهتره تا اینکه ایجنت‌های مختلفی بیان بازیکن معرفی کنن. از اون طرف موردم داریم که خیلی‌ها دقیقاً برعکس این نظر دارن و میگن اگر با یک ایجنت کار بشه ممکنه تیم‌ها زمین بزنن توی نقطه بحرانی یا حساس، مثلا بازیکناش یا سرمربی کله کنن یا تیم‌ها زمین بزنن. اینکه با چند ایجنت کار بشه شاید این آپشن مثلا ازشون گرفته بشه و نتونن این کارو بکنن. نظرت چیه راجع به این داستانی که حالا با چند ایجنت کار بشه یا با تک ایجنت برن جلو؟ حالا من هی میخوام ضرب المثل نگم، شما هی ما رو ببر سمت ضرب المثل. میگه که 2 پادشاه در یک اقلیم نگنجند. بالاخره اینا یه روابطی با هم دارن، یه سری ارتباطاتی با هم دارن. طبیعیه که مثلا شما وقتی یه ساختمون هم میخوای بسازی 1 نفر رو میاری کنترات بهش میسپاری دیگه، 3 نفر رو که نمیاری اون بگه من اینجا. 1 نفر رو میاری با 1 نفر طرفی میگه آقا اینو من این جنس رو میخوام برو بیار، این مدل رو میخوام برو بیار، نمیدونم این سبک رو میخوام برو بیار. اینا هم همینجوری بعدم خودشون هم با هم ساز نمیان دیگه، میدونی مثلا نمیخوان سر از کار هم دیگه در بیارن، نمیخوان اطلاعاتشون که من حالا فلان بازیکنم رو چند دادم، فلان بازیکن من چند گرفت، خودم چند گرفتم. حالا همین داستان پرسپولیس مگه مطرح نشد که گفتن ایجنت وخه 23 میلیارد تومان حق، بله حالا دلالی بگیم ایجنتی میگه من نمیدونم، آخه 23 میلیاردم کم پولی نیست. خب همین مطرح شد دیگه. اینا نمیخوان خیلی سر از کار هم دیگه در بیارن، ولی خب ناخودآگاه بالاخره وجودشون هم تو فصل نقل و انتقالات
واجبه. و البته اینم بگم تیمی هستن ها، شما با یه نفر طرف نیستی ها. نه من یه ایجنتم 7-8 نفر کارپرداز به قول خودم دنبال خودم دارم، این 7-8 نفر کارهای منو پیش میبرن انجام میدن، من اون بالا به واسطه اون تاییدیه ایجنتی خودم و اون در حقیقت پروانه کسبی که به قول خودمون دارم کار مدیریت میکنم و میگم الان آخر کار میام عکس نهایی میگیرم، عکس نهایی رو میگیرم و بالاخره بین بچه‌ها هم خب تقسیم میکنم اون مبلغی که لازمه. ولی عرف دیگه، حالا یه وقت هست یه بازیکنایی تو تیمت داری اینا ایجنتشون کس دیگه است، میخوای تمدید کنی خب میری با اینا صحبت میکنی با ایجنتش تمدید میکنی. ولی فرضاً بازیکن جدید عرف اینه که معمولا از یه مسیر وارد باشگاه میشن. حتی اگه شما یه بازیکنی میخوای که ایجنتش ایجنت مد نظر شما نیست، به همین ایجنت میگی ایشون ارتباط میگیره با ایجنت فلان بازیکن، چک و چونه رو میزنه و بازیکن رو در حقیقت جذب میکنه. یکی از دلایلی که من فکر می‌کنم تراکتورم این فصل نتیجه گرفت این بود که با تک ایجنت کار کرد. یعنی آقای میم عین خب هم پست گرفت تو خود باشگاه و به هر حال اون شاکله اصلی رو خودش چید. فکر میکنم من به نظرم اینه که یکی از دلایلش همینه که بالاخره کار دست خودش بود و پیش برد. ایجنت با تجربه‌ای هم هست. خب به هر حال چند ساله که داره تو فوتبال ایران کار میکنه و ارتباط هم داره، ارتباطاتش با کادر فنی تیم ملی هم خیلی خوبه. بالاخره خب یه بخش اعظم داستان هم همین بحث حضور بازیکن در اردوی تیم ملی، دعوت شدن به تیم ملی هم بالاخره تاثیرگذار هست. بالاخره من ناخودآگاه وقتی رفیقم توی فلان باشگاه باشه خب حواسم بهش هست دیگه. حالا من نمیگم مباحث مالی اصلا صحبت نمیکنم ولی بالاخره رفیقمه، میگم خب این بازیکن فلان رفیقمه، بذار یه حالی بهش بدم این اردوی تیم ملی. و بالاخره خب این چیزام تاثیرگذاره تو قیمت بازیکن، تو بالا پایین بودنشون، تو جابجا شدن تیم‌ها، همه تاثیرگذاره قطعا. داستان ابرارم که گفتی، من یه مثال همین چند روز پیش رفتم سوپرمارکت، روغن سرخ کردنی که میدونی گیر نمیاد. بله قحطی بود مشابه چند و یه روغن پخت و پز گذاشتم با چسب یه رب گوجه بهش چسبونده بودن. خب پکیجی بوده دیگه. دقیقاً. گفت این رب گوجه روشه به هر حال. بعد میگفت اشانتیونه، حالا ما نفهمیدیم واقعا قیمتش چقدره. اشانتیون که پولش نباید بگیرین، پولشو میگیرن. راجع به بازیکن‌های خارجی هم میشه صحبت کرد. تو این چند سال بازیکن‌های خارجی خوبی نیومدن سپاهان. و خب یه عرفی که هست و یه منطقی هم که هست اینه که لیست را اول فصل سرمربی میده به مدیر عامل، میگه آقا من این اسامی هم میخوام. مثل الان که مطرحه که کاترون خودش میخواد بازیکن خارجی مد نظرش رو معرفی کرده و به هر حال مدیر عامل وظیفشه که بره دنبالش که بتونه جذبش بکنه یا نکنه، حالا از طریق هر ایجنتی. ولی تو این چند ساله مخصوصا بعد از محرم دیگه، زمان محرم بازم مثلا اینجوری نبود. آقای مورایس که اومد و داستان خارجی های بی‌کیفیتی که آورد، واقعا فقط میشه گفت خیانتی که مورایس به سپاهان کرد، اون سرباز یونانی تو جنگ خشارشاه با یونان نکرد به خود یونان. و بازیکن‌های فوق‌العاده بی‌کیفیتی که با اصرار خودش جذب میشد و این وسط مدیران عاملم هر کسی، حالا فرقی نداره چه ایکس چه وای، چاره‌ای ندارن جز اینکه عین همون لیست را برن دنبالش. مثلا میگه من عیسی عباس هم میخوام و اینجا دو تا مسیر پیش مدیر عامل، یا جذبش کنه یا جذبش نکنه، حتی اگر بدون بی‌کیفیت. یعنی میخوام اینقدر دیگه صریح بگم، آقا جذبش بکنه. خب به هر حال سرمربی این وسط مسئولیت داره، یعنی مسئولیت با سرمربی، نفر اول کادر فنی دیگه و جوابگوی نتایج. اگر جذبش نکنه مدیر عامل، مثلا می اومدن میگفتن آقا عیسی عباس بی کیفیت، ما جذبش نمی‌کنیم، همون سرمربی از اول فصل تا آخر فصل مدام مصاحبه که بازیکنایی که من می‌خواستم و جذب نکرد. میگفت عیسی عباس رونالدو بوده. دقیقاً. ما نمیدونستیم چه خبره، اصحاب رسانه هیچ کس نمیدونست چه خبره، که 4 تا فیلمی هم که به همه نشون. حالا عیسی عباس مثال خیلی کاتاتاو بوده، چه میدونم فلان بوده،
دیگه همه هوادارا اسما رو از حفظن. این وسط اگر مدیر عامل جذب کنه، خب سرمربی این وسط باید بره زیر سوال که نمیره، باز تیغ انتقادات میره سمت مدیر عامل و هیئت مدیره که چرا این را جذب کردید. اگر جذب نکنه، چون علم به این داره که آقا این به درد نمیخوره، سرمربی از اول فصل تیغ انتقادا را میده سمت هیئت مدیره و مدیر عامل که اینا برای من نگرفتن و باز تیغ انتقادات به سمت مدیر عامل و هیئت مدیره میره. اگر اصلا کاری به سرمربی نداشته باشه و خودش بره بازیکن بیاره، مثل کاری که ابتدای فصل خطیر با نکونام کرد، قرارداد رو بست و دقیقاً، و خب اونجا سرمربی چیکار میکنه؟ میگه من به این بازیکن‌ها بازی نمیدم چون خواسته من نبودن. بازم اونجا مدیر عامل میره زیر سوال که آقا این بازیکن‌ها رو چرا رفتی خودت خریدی، با علم به این که حالا اصلا طلا باشن. چون سرمربی بازیش نمیده که هوادار بیاد ببینه که حالا این بازیکن چی بوده چی نبوده. تازه عیسی عباس رو بیاد پنجرت هم ببنده، این دیگه بدتر از هر چیزی. نه تنها پنجره خودش بلکه پنجره تیم‌های آکادمی را هم بست. یعنی اصلا یه سوژه‌ای بود اون داستان عیسی عباس. میخوام بگم که خیلی سخته به نظر من و واقعا یه سرمربی ذات درست و شیر پاک خورده میخواد، مثل اسکوچیچ که خیلی از پولم خوشش نیاد، که بره بازیکن بیاره از یه جایی که اصلا نه کسی میدونست کجاست، چی هست چی نیست، و این عمل کرد و این چیز، و به این شکل این فصل اصلا آقای زنوزی بگه آقا ما بازیکن ایرانی خداحافظ نمیخریم، چون تجربه خوبی از خارجی‌ها داره و اون مربی ذات داره شیر پاک خورده رو داره در اختیارش. درسته. و متاسفانه حالا متاسفانه چه که گفتیم، الان امیدواریم که کارترون واقعا اینجوری باشه، مربی که هدفش تیمشه. نه جیبش. دقیقاً نه جیبش. و بازیکنایی که معرفی کرده به هیئت مدیره و مدیر عامل محترم سپاهان بازیکنای خوب و با کیفیتی باشن و خودشون نشون بده. حالا یه بازیکن آورد به هر بنیدر و اونم به لحاظ اسم و رسمی بازیکن خیلی بزرگی بود، اما خب اون شرایط هم داشت و حالا خودش هم تو 2-3 تا کنفرانس مطبوعاتی به هر حال جوابگوی خریدای خودش بود، در حالی که آقای مورایس جوابگو هم نبود. یعنی چقدر کنفرانس که ما گفتیم آقا این کی آوردی، این چه بازیه، اینا چیه، و بعد میگفت شما به این اصلا سوء نیت دارین، با این زاویه دارین. دقیقاً. و واقعا بلایی که سر سپاهان آورد و الانم پسابش هنوز که هنوزه تو پنجره نقل و انتقالاتی باید سپاهان بجوشونه و بکشه و تا حالا پاکسازی شه و اون روالتی شه و این مارگزیدگی که ایجاد شده، هوادارا توقعاتی که الان براشون ایجاد شده، اینا همش در واقع و حقشون هوادار. پیامدهای انتخابهای غلط یک سرمربیه که گفت آدم مارگزیده از ریسمون سیاه‌سفید میترسه. آدمی که کاتاتاو و عیسی عباس رو دیده به این راحتی دیگه زیر بار پذیرش بازیکن خارجی نمیره، حتی اگه رونالدو باشه. بریم بحث بازیکن‌های خارجی و بازیکنایی که دلار میگیرن. مورد اولش این که رو درواسی با هم نداشته باشیم. سپاهان تو این 3-4 ساله، تو این 2-3 ساله تو زمینه خریدهای خارجی چش بازار رو کور کرده. یعنی هر چی بازیکن آورده یکی بدتر. هر چقدر تو زمینه خرید ایرانی ها خوب عمل کرده، هایجک کرده، بمب ترکونده، بله. تو زمینه خارجی ماشاءالله یکی بدتر. من قبل برنامه نشستم یه بررسی کردم بازیکن‌های خارجی این 3-4 فصل اخیر سپاهان رو، اسماشو میخونم ببین از کدومشون یه خاطره خوش تو ذهن شما باقی مونده. ببین برونو سزار چند سال پیش اینجا بازی کرده، هنوز که هنوزه هوادار میخواد مثال بزنه میگه برونو سزار. بله. ابراهیم توره چند سال پیش اینجا بازی کرده، اماد رضا، آرمناک، لئون 20 سال پیش اینجا بازی کردن، جابا مجیری، عبدالوهاب، همه میگن فلان بازیکن. اون وقت مثلا نگاه کن ما چند تا بازیکن من اسم میبرم: محسن القصانی، کریستوفر کنت،
کاتاتاو، کامسوبا، مانوئل فرناندز با اون همه دبدبه کپ کپه، کامارا، ایسا عباس، داسیلویرا، نیلسون، هنانوف. تنها کسی که این چند سال شاید یه ذره انتظارات رو برآورده کرده آقای انزونزی بوده که خب اونم به اون اسم و رسم اومده. تا یه حدی هم دابو یه وقتایی بد نبوده، ولی ببین چقدر اسم من گفتم اینا نفری چند میلیارد پول گرفته باشن و از بین برده باشن و هیچ در حقیقت بازدهی نداشته باشن. برای اینکه ما مسیر جذب بازیکن خارجیمون اشتباهه. ما کار میسپاریم به همون دلالی، به همون ایجنتی که سرمربی آورده. خب اونم با سرمربی با هم دیگه رفیقن دیگه، با هم دیگه همکارن دیگه. بالاخره خارجیایی که میارن مثل ایران هم نیست که حالا بشه موکشونو بگیری این قیمتش چقدر بوده، داراییش چقدر بوده، مالیاتش چقدر بوده. خیلی راحت میتونن با هم دیگه ساخت و پاخ کنن، بده بستون کنن. و امسال که الان بحث بازیکن‌های خارجی داغ شد و بعد حرف آقای زنوزی ظاهراً سهمیه شده 7 به علاوه 1، ما میتونیم 8 بازیکن خارجی داشته باشیم. یعنی 80% یه تیم رو ما میتونیم بازیکن خارجی داشته باشیم و فرصت خیلی خوبه و باید از اون طرفم آره اگه قرار باشه خطرناک. همه رو باز بندازیم تو مسیر اون ایجنت فرانسوی که سپاهانو وصل کرد به کارترون، سپاهانو وصل کرد به بنیدر، سپاهانو وصل کرد به کامارا، خب اون طبیعتا یه سری بازیکنه خاص خودش رو معرفی میکنه دیگه. بله. من یه پیشنهادی حالا به ذهنم رسید، 2-3 بارم قبلا با بچه‌ها صحبت کرده بودم. الان شما که چند سال داری گزارش میکنی تو این 10 سال اخیر، 10-12 سال اخیر، چند تا بازیکن خارجی سپاهان که اسمش تو ذهنت مونده و فکر میکنی که مؤثر بودن رو میتونی نام ببری آقا سید؟ بولکو رو یادمه، اروین بولکو، باریکلا. فوزیل موسایف بود، درسته، حالا زیادم دور نشیم. جواهر سوکای بود که محبوب سپاهانیا بود اصلا. چه گلایی میزد، خیلی بازیکن بود. میلوراد یانوش بود دقیقاً، رادومیل جاروویچ، مثلا یانوش با توره و اینا باز توی فابیو جانواریو، اینا همه بچه‌های سپاهان بودن، خاطرات خیلی خوبی هم اینجا داشتن، فوتبالیست بودن دیگه. بله. الان همشون تو کشورهای خودشون دارن بازی میکنن، دارن مربیگری میکنن، بازی که دیگه تموم شده. یا مربیگری هم نکنن، بالاخره فضای فوتبال کشور خودشونو، آلبانی، مقدونیه، صربستان، مونتنگرو، برزیل، خب همه رو میشناسن دیگه. شما به عنوان باشگاه سپاهان خیلی برات سخته که با این بازیکن‌ها ارتباط بگیری از طریق بین الملل، یا ایمیل بدی یا اینستاگرامشون، بالاخره بهشون پیام بدی که آقای جانواریو من یه هافبک طراح با این خصوصیات میخوام امسال، اگر کسی رو تو برزیل میشناسی معرفیش کن به ما. اگر اومد ایران و مربی پسندید و باهاش قرارداد بست، مثلا 5% قراردادش هم که با اون بستیم جدا به تو میدیم. و اگر این بازیکن 60-70% بازیای تیمو ثابت در طول فصل بازی کرد، 5% دیگه هم اضافه میدیم به شما. مثلا 10% قرارداد این بازیکن که فرض میکنیم مثلا به پول ما بشه، فرض کن 30 میلیارد که نمیشه، 3 میلیارد هم میدیم به این معرفی کنندش. پول اونقدر زیادی به نسبت این پولایی که ما حروم کردیم تو این 3-4 سال نیست. ولی من جانواریو، من بولکو، من جواهر سوکای دلم میسوزه، هم دلم میسوزه، هم برای اون 10% پوله تلاش خودمو میکنم. شما لازم نی حتما بری یه بازیکن مثل انزونزی و بنیدر بیاری که قهرمان جهان شده باشه که. الان همینه که تراکتور آورد، تا قبل از اینکه بیان اینجا اصلا اسمش به گوش شما خورده بود؟ اسکوچیچ خودش گفت اینا دنبال رزومن، دنبال یکی هن که تو میلان و اینتر و اینا بازی کرده باشه حالا 100 سال پیش، ولی دنبال این نیستن که چه عمل کردی داشته باشه. خب همین دیگه سید. ببین از همین بازیکنای خودت که شرایط زندگی اصفهان رو میشناسن، فضا رو میشناسن، به راحتی میتونی 3-4 تا بازیکن خوب
بیاری و اگر پسندیدی باشون امضا کنی. نهایتش اینه که 3-4 روز میخوام بیام به خرج باشگاه تو هتل اقامت کنند و تست بدن دیگه. شما که بنیده رو اینجا 4 ماه ببخشید خورد و خوابید، خب حالا 3 روزم اینا رو بیار اینجا. ولی دلت خوشه که این بازیکنی که اومده دیگه عیسی عباس پکیجی نیست دیگه، کاتاتاو به پکیجی نیست، کامرای پکیجی نیست. خب خیلی راحت میتونی از این استعدادیابایی که خودت باهاشون ارتباط داری، خودت باهاشون رابطه خوبی داری استفاده کنی. حداقل 2-3 تا بازیکن خارجی خوب بگیری، اون 5 تا رو بده به خود سرمربی، بگو آقا این 3 تا رو ما بهت معرفی میکنیم، این 5 تا رو خودت با نظر خودت بیار که بعد حرف و نقلی نباشه. و مورد آخر، ما پارسال هر انتقادی میخواستیم به کارترون انجام بدیم، پس ذهنمون این بود که این تیم رو مرایس بسته و تحویل کارترون داده. دقیقا. و اگر هم ایرادی به بازیکن وارده باید مرایس بیاد جوابگو باشه. اما امیدوارم امسال سپاهانی ها با آقای کارترون اتمام حجت بکنن. هر بازیکنی که به لیست این تیم اضافه شد یا رفت، چه از پایه، چه از دست 2، چه از دست 1، چه از لیگ برتر و چه از خارج ایران، شخص آقای کارترون باید جوابگوی عملکرد بازیکن خودش باشه. چون امسال دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست که تیمو من نبستم و من اومدم با یه بازیکنایی رو در رو شدم. و باید ببینیم دیگه، امیدوارم باش اتمام حجت کرده باشن که حالا خودش هم آدم حرفه‌ای به نظر میرسه ها، ولی به هر حال یه وقتایی دیگه بالاخره میشینن زیر پاش یه چیزایی میگن، ممکنه که اصلا مسیر انتخاب بازیکنش به سمت دیگه بره. امیدوارم که امسال دیگه این سیاهه بازیکنای پکیجی برای سپاهان تکرار نشه. از اینی که میگید خودش آدم منطقی به نظر میرسه، خب خیلی تو تاریخ هم برید، ناصرالدین شاه هم آدم منطقی بود. بالاخره یه شب نشستن و خلاصه حکم قتل امیرکبیر رو بله امضا کرد. یعنی اصلا نمیشه به این گفت که طرف منطقی به نظر میرسه. و حالا به هر حال سخت کار دیگه. بله اوکی. فکر میکنم بالا هم پیشنهادات خوبی مطرح شد، هم بحث خوبی بود که خیلی ما در واقع درخواستم داشتیم که این مسئله یه جوری باز بشه که هم بحث دلالی، بحث بازیکن که چه جوری میاد به تیم اضافه میشه، حالا یه شفاف سازی مختصری بشه. البته خود هوادارا به هر حال خودشون ماشاءالله همه استادن و در جریان کار همه هستن.